سلام، نام من ربکا. من مسیحی هستم و امروز ما کتاب مقدس با هم میخونیم و راجع به عیسی مسیح یاد میگیریم. خب این از کتاب مقدسه و این فصل سوم انجیل یوحنا. خب پس این یک نوشته از یوحنا بود. یوحنا شاگرد عیسی مسیح بود و راجع به زندگی عیسی مسیح نوشت و امروز ما با هم میخونیم. خیلی خوب، شروع میکنیم با یوحنا فصل 3. باب سیوم. در بین فریسیان شخصی که نیقودیموس نام داشت از سرداران یهودیان بود و شبانه نزد عیسی آمده گفت: ای استاد، ما میدانیم که تو استادی هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا معجزاتی را که تو نشان میدهی هیچ کس نمیتواند نشان دهد جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی در جواب وی گفت: براستی به تو میگویم، کس اگر از عالم بالا تولد نیابد ملکوت خدا را دیده نمیتواند. نیقودیموس به او گفت: چگونه ممکن است که آدمی که پیر شده باشد تولد یابد؟ آیا میتواند باز به شکم مادرش برگشته تولد یابد؟ عیسی جواب داد: براستی به تو میگویم، کس اگر از آب و روح تولد نیابد به ملکوت خدا در آمده نمیتواند. آنچه از جسم تولد مییابد جسم است و آنچه از روح تولد مییابد روح است. از آنچه به تو گفتم تعجب نکن. باید شما از عالم بالا تولد یابید. باد هر جا که خواهد میوزد، تو آواز آن را میشنوی، لیکن نمیدانی که از کجا میآید و به کجا میرود. چنین است حالت هر کی از روح تولد یافته باشد. نیقودیموس در جواب او گفت: چطور ممکن است که چنین شود؟ عیسی در جواب وی گفت: تو که یک استاد اسرائیل هستی اینها را نمیدانی؟ براستی به تو میگویم، ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و بر آنچه دیده ایم شهادت میدهیم، لیکن شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی که به شما از چیزهای زمینی سخن گفتم باور نکردید، پس هرگاه از چیزهای آسمانی سخن رانم چسان ایمان خواهید آورد؟ هیچ کس به آسمان صعود نکرده است مگر فقط آن که از آسمان نزول کرده است، یعنی پسر آدم که جایش در آسمان است. و چنان که موسی در بیابان مار را بالا برداشت، پسر آدم نیز باید آنچنان بالا برده شود، تا هر که به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاودانی یابد. عالی. پس میفهمیم که عیسی مسیح روی صلیب مرد. چرا؟ تا به ما شفا بده. خب ما میدونیم وقتی در این دنیا نگاه میکنیم میبینیم که این دنیا پر از فساده، پر از گناه. ما هم دیگه بد رفتاری میکنیم، خشونت هست، طمع هست، شهوت هست، خیلی چیزهای بد در این دنیا اتفاق میافته. خب و در اثر این ما آسیب میگیریم، ما زیاد اشکالی داریم. خب ولی خدا ما را دوست داره و خدا میخواد همه چیز درست بکنه. خدا برنامه داره که همه چیز درست بکنه و خب خدا ما را دعوت میکنه به پادشاهی
او است. خب شما را دعوت میکنه. خدا میخواد یک جا درست بکنه که هیچ فساد نداره. خب که ما گریه نمی کنیم، که ما خوشحال باشیم، پرشاد باشیم. ما این چیزی بعد که در این دنیا اتفاق میافته، خدا میخواد یک جا باشه که دیگه اینو رنج نمیکشیم. خب پس عیسی مسیح راه هست برای ما وارد این پادشاه باشیم. خب عیسی مسیح روی صلیب مرد برای گناه ما و پس همه از فساد این دنیا روی صلیب بود و عیسی مسیح برای ما مرد. ولی خب مرد، ولی در مرگ نموند. خب روز سوم رستاخیز شد و الان میگه هر کس که به من ایمان بیاره خب هلاک نشود ولی زندگی جاودانه خواهد بود. خب الان ادامه میدیم با این فصل و این چیزها میبینیم. زیرا خدا جهان را چنان دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را به جهان برای آن نفرستاد که بر جهان داوری کند، بلکه برای آن که جهان به واسطه او نجات یابد. هر که به او ایمان آورد محکوم نمی شود، لیکن هر که ایمان نآورد الکی محکوم شده است، چون که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نآورده است. و حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از روشنایی دوست داشتند، چون که اعمال آنها بد است. زیرا هر که را کردار بد باشد از روشنایی نفرت دارد و پیش روشنایی نمی آید تا که اعمالش آشکار نشود. لیکن هر که راستکار است پیش روشنایی می آید تا آشکار باشد که اعمالش به وسیله خدا صادر شده است. پس از آن عیسی با شاگردانش به سرزمین یهودا آمد و در آنجا با آنها ساکن شده تعمید می‌داد. و یحیی نیز در اینون که در نزدیکی سالیم است تعمید می‌داد، چون که در آنجا آب بسیار بود و مردم آمده تعمید می‌یافتند. زیرا که یحیی هنوز در زندان انداخته نشده بود و در بین شاگردان یحیی و یهودیان در مسئله تطهیر بحث و مناظره روی داد و نزد یحیی آمده به وی گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو در حق او شهادت داده بودی، حالا تعمید می‌دهد و همه نزد او می‌آیند. یحیی در جواب گفت: کس نمیتواند چیزی به ذمه خود بگیرد مگر اینکه از آسمان به وی داده شود. شما خود شاهدان من هستید که گفتم من مسیح نیستم، بلکه فقط پیشا پیش او فرستاده شدم. خیلی خوب، میخوام اینجا کمی راجع به تعمید صحبت کنیم. خب تعمید چیه؟ خب در اون موقع مردم به یحیی یا میگن خب یحیی میگن یحیی خب می آمدن و او توی آب میگذره خب تا پاک باشن. خب یک نمونه بود که من میخوام از گناه من آزاد باشم، میخوام پاک باشم، پاک شوم. خب و این رفتند توی آب تا نشون بدین که
پاک میشن. خب و اعتراف گناهتون کردن. خب و الان میگه که الان عیسی مسیح و شاگردانش کسی رو تعمید میدادن. خب و الان هنوز مسیحیان اینو انجام بدیم. خب و معنی ما کمی فرقی داره، چون ما هم میگیم که میخواییم پاک باشیم، ما میخواییم شاگرد عیسی مسیح باشیم و چیزی دیگه میگیم وقتی تعمید میگیریم. خب ما به دنیا اعتراف میکنیم که زندگی ما عوض کرده، ما یک زندگی جدید داریم در عیسی مسیح. زندگی کنه ما رفته است، مرد. خب و چون زندگی پیش ما مرده است، ما الان میخواییم دفن بشیم. اون زندگی دفن میشه توی آب و وقتی از آب میاریم ما میگیم در زندگی جدید در عیسی مسیح میکنیم. خب پس برای مسیحیان تعمید این معنی داره. خب گاهی اوقات مردم فکر میکنن که باید توی آب برن، باید غسل تعمید بگیرن تا مسیحی باشند. خب ولی و اختلاف نظر هست بین مسیحیان راجع به این موضوع. کاتولیکا میگن که بله باید غسل تعمید باشید تا مسیحی باشید. خب ولی من پروتستان هستم و من باور دارم که خب مسیحی هستید در اون موقع که عیسی مسیح ایمان بیارید. خب که وقتی ایمان بیاری که عیسی مسیح پسر خداست و نجات دهنده خداست و این رو قبول میکنین، خب پس در اون لحظه مسیحی شدید. خب و وقتی مسیحی شدید میخواهید به دنیا نشون بدین که من مسیحی هستم و در اون موقع تعمید بگیرید. خب پس نباید تعمید بگیرید تا مسیحی باشید. خب مسیحی هستی وقتی ایمان بیاری به عیسی مسیح. ولی تعمید یک راه هست که به همه نشون بدین که من ایماندار هستم، من در عیسی مسیح هستم، من شاگرد عیسی مسیح هستم، من در زندگی تازه دارم. خب و این دلیلی که تعمید میگیریم. خب ادامه میدیم. کسی که عروس دارد داماد است، اما دوست داماد که ایستاده به آواز وی گوش میدهد، از شنیدن آواز داماد بسیار شاد میگردد. همین شادی من اکنون کامل شده است. او باید نشء و نما یابد و من زوال یابم. آنکه از بالا می آید از همه بالاتر است و آنکه از زمین است زمینی باشد و چون زمینی سخن گوید. آنکه از آسمان می آید از همه بالاتر است و آنچه دیده است و شنیده است بر آن شهادت می دهد و هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. و کسی که شهادت او را قبول کرد تصدیق کرده است که خدا راست است. زیرا آن کسی که خدا فرستاد کلام خدا را می گوید. زیرا خدا روح را به میزان عطا نمی کند
پدر پسر را دوست می دارد و همه چیز را به دست او داده است. هر کی به پسر ایمان آورد حیات جاودانی می یابد و هر کی به پسر ایمان نآورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر وی می ماند. خیلی خوب، خیلی خوب. پس این فصل سوم بود و خیلی راجع به عیسی مسیح یاد گرفتیم. خب یاد گرفتیم که او پسر خداست، پسر خدا است که برای ما آمد توی این دنیا و هر کس که به او ایمان بیاره هلاک نشوه ولی زندگی جاودان خواهند داشت. و این خیلی چیزی مهمیه، این چیزی که قدرت داره تا زندگی ما عوض بکنه. میدونم که زیاد مردم هست در این دنیا که نمیدونند اگر خدا قبولش بکنن یا نه. فکر میکنن که اگر چیزی خوب انجام میدن و این چیزی خوب بیشتر از چیزی بد که انجام میدن ممکنه خدا را قبولش بکنن تا توی بهشت زندگی بکنن. خب ولی این درست نیست. حقیقت اینه که خدا همه ما دوست داره. خدا میخواد هر کس نجات بده. خب ولی ما باید تصمیم بگیریم. ما باید انتخاب کنیم که راه خدا پیروی بکنیم و راه خدا عیسی مسیح است. عیسی مسیح آمد تا ما را نجات بده. خب و اگر میخواهید نجات پیدا کنید، اگر میخواهید بدونید حتما که به بهشت میرین، که در پادشاه خدا وارد میکنیم برای همیشه، خب چیزی هست، راه هست. خدا شما را دوست داره، به این دلیل عیسی مسیح فرستاده است تا تو را نجات بده. خب قبول میکنین؟ عیسی مسیح قبول میکنین؟ خب حاضر عیسی مسیح حاضر همه از گناهت ببخشه و پاک بکنه. این قول خداست. خب قول خداست این است که هر کس که ایمان بیاره به عیسی مسیح همه گناهتون از گذشته و گناه در آینده و هر چیزی بد که انجام دادید در این دنیا، خب عیسی مسیح ببخشه. خب و هم نه تنها ببخشه ولی شما را پاک بکنه تا حاضر باشی وارد پادشاه خدا باشی. خب پس عیسی مسیح قبول کنه و تولد دیگه ایجاد میکنید. خب در اول فصل وقتی عیسی مسیح با نیکودیموس صحبت میکرده، خب نیکودیموس گفت چطور ممکن است که کسی وارد مادرش باشه تا تولد دیگه تجربه کنن؟ و عیسی مسیح گفت نه، این تولد روحت باید عوض کنه. روحت باید
تولد دیگه تجربه بکنه. خب و این تولد خب تولد خدا است. خب تا میتونین زندگی جدید تجربه کنین. خب خیلی خدا به شما برکت بده و دعای من برای شماست که میفهمین روح خدا چی میگه بهت راجع به عیسی مسیح. خیلی خیلی دوستت دارم و فعلا خداحافظ.